الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال نمودند که اصل در دارالکفر آیا کفر است یا اسلام؟ برای آن که گفتند بسیاری انسان ها اصل دارالکفر را کفر میگوید. بله، اصل دارالکفر کفر است. انسان هایی که در دارالکفر اصلی به مانند روسیه و اروپا و امریکا و غیره، دولت های کفری که اصلی هست، یگان بار به اونجا اسلام نرفته است، در اونجا اصل انسان ها کفر است و ما به همه انسان ها معامله همچون معامله کفار میکنیم. یعنی با کفار چگونه معامله کرده میشود همچنین معامله میکنیم، بجز کسانی که علامت های اسلام دیده شود. انسان هایی که در دارالکفر علامت های اسلامی دارند، مثلا از اونها ذکر دیده می شود، تلاوت قرآن شنیده می شود، از اونها لا اله الا الله دیده و شنیده می شود، از اونها لباس های اسلامی دیده می شود، یا توقی اسلامی، یا که ریش اسلامی شرعی، یا که مسواک، علامت های دین و شعار دین دیده می شود، یا که انسان هایی که در مسجد هستند. این انسان ها رو البته حکم به اسلام می دهیم و اونها رو مسلمان میگیم به علامت های اسلام. اما دیگر انسان هایی که در کوچه ها می بینید، مثلا در مسکو، در روسیه، در کوچه ها می گردید، همه روسی کفار است. یا انسان هایی که علامت های اسلامی اصلا ندارند، یگان خیل وقتی که می بینید اون مسلمان نمیگوید، به اون معامله کفار میکنید. اگر مسلمان باشد، وقتی که فهمیدید که مسلمان است، مسلمانی معامله میکنید. وقتی که نفهمیدید که مسلمان است، معامله به معامله کفر میشود. چرا که اصل در دولت های کفری کفر است. اصل دولت های کفری کفر است. هر کسی که از پیش شما برآمد به وی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این چنو آن گفته نمی شود، بلکه فقط به مسلمان ها گفته می شود. اگر مسلمان ها علامت اسلامیش رو دیدید، پس اصل در دولت های کفری کفر است و اصل در دولت های اسلامی اسلام است. همه انسان هایی که در دولت های اسلامی هستند، مسلمانی هستند، اصلشون اسلام است. اگر یهود و نصارا باشند، به علامت هایشون اونها جدا می شوند. اما دولت سوم است در این عصر 20 و 21 که دولت هایی که در اصل دولت های اسلامی بودند، اما کفار به زیر تصرف خودش در آورد و امروز این دولت ها دولت های کفری شدند، دارالکفر است. پس دارالکفر اصلی هست و دارالکفر تواری هست. اصل در دولت های دارالکفر های اصلی کفر است. اما در دولت هایی که دارالکفر هایی که تواری هست، در اول اسلامی بود و بعد کفری شد، در اینجا ما به اغلبیت نظر میکنیم، به مانند ترکیه یا به مانند تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، سبحان الله. دیگر دولت های اسلامی که هزارها سال در زیر خلافت اسلامی بود، لیکن امروز دموکراتی هست و کفری هست، در زیر نظام یهود و نصارا است. این دولت ها رو میگن دولت های کفری تواری. یعنی در اول کفر نبود، لیکن کفر آمد، مردمش مسلمان است، اما حکومت کفری است. این دارالکفر است. ما به این چنین دولت هایی که دولت های در اول اسلامی بود بعد کفر شد نظر میکنیم که در درون این دولت مسلمان ها زیاد است یا که کافر ها زیاد است. اگر اغلبیت مسلمان باشد، به اینها معامله مسلمانی میکنیم. اگر اغلبیت کفر باشد، به اینها معامله کفری میکنیم. اما امروز این دولت هایی که دولت های مثلا کفری هست و در اول اسلامی بود، به مانند ترکیه، به مانند تاجیکستان و به مانند دیگر دولت های همچنین، ما در اینجا میبینیم کسی که علامت اسلام داشته باشد، کسی که خودش مسلمان گوید، به شما السلام علیکم و رحمت الله گوید و علامت اسلام داشته باشد، به اون همچون مسلمان معامله میکنید. السلام علیکم و علیکم السلام. اگر خودش مسلمان گوید، همچون مسلمان معامله میکنید. تو وقتی فهمیدن که این مسلمان حقیقی است یا که مشرک است،
تا فهمیدن. وقتی که فهمیدید که مشرک است بعد دیگر معامله نمیکنید. اما از وی علامت اسلام ندیدید، از وی سلام علیک اسلامی ندیدید، از وی یگون چیز اسلامی ندیدید، باز به اون معنی معامله مسلمانی نمیکنید. پس در اینجا دولت ها به سه قسم تقسیم میشد: دار الکفر الطواری و دار الاسلام. در دار الاسلام همه مسلمان است، باید معامله همه مسلمانی باشد. در دار الاسلام کافر نمیگید کسی رو، یعنی به این معنی که مسلمان رو کافر نمیگید. اما در دار الاسلام یهود و نصارا شدنش ممکن است که اینا کافر میگید. یهود نصارا همیشه کافر است. در دار الاسلام زندگی کردن یهود و نصارا جایز است، جزیه میدید، زندگی میکنند، کافر است، لیکن اونها علامت های خودشون دارند، به اونها علامتاشون میبینید، به اونها معامله خودشون که معامله، یعنی به اونها معامله که به همچون کافر معامله کرده میشد، به کافرها معامله میکنید، به کفر یهود و نصارا که در دور اسلام جزیه داده زندگی میکنند. اما باقی مانده انسان ها، کسانی که یهود و نصارا نیستند، همشون مسلمانند تا زمانی که کفر و شرک آنها فهمیده میشود و بعد از این حکم به کفر و شرک داده میشود. اما در دار الکفر الاصلی همه انسان ها که در اونجا زندگی میکنند علامت اسلامی و علامت ایمانی ندارند، معامله کفری کرده میشود، معامله کفری کرده میشود و اصل اینها کفر است. اصل انسان ها کفر است در دولت های کفری تا زمانی که علامت اسلام از اونها دیده شود. بارک الله فیکم. و در دولت تواری هم، در دولت سوم هم که دولت دارالکفر است، همچنین است. بارک الله فیکم.